یزدانی رو قدردانی میکنم که به ما این نعمت وقت رو، نعمت حیات رو، نعمت زندگی بسیار با برکتی رو عنایت فرمود تا از نزدیک با جوانان مؤمن متعهد و مردم خوب، دین دوست و عاشق دین الهی در استان بوشهر و این جزیره شیفت شرف و حضور پیدا کنم. از الله ذوالجلال عاجزانه خواهانم که نشست ما را به بارگاه خودش قبول بفرماید. خالق فرصتها، خالق نعمتها، بس اوقات انسان رو به بسیاری از نعمتها مشرف می کند که انسان خودش خبر نداره، اما سفره رحمت پروردگار عالم بر ما بشریت همیشه گسترانیده شده و مملو از نعمت هاست. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف حق ناگفتنی ها میشنود. شاید من هرگز فکر نمی کردم به این زودی بتونم به خدمت شما برادرها و سروران عزیز برسم و شاید به ذهن بسیاری از شما آمدن من توی این جزیره‌ای که دور تا دورش آب گرفته محال بوده، اما خدای متعال اونقدر قادر هست، اونقدر با منت و کرم هست، با فضل و بزرگواری است که همه مسائل رو خودش خود به خود نزدیک میکنه و به راحت انسانها رو به همدیگر میرساند که دل را به دل رهیست در این گنبد کبود. در واقع ما همه همدیگر رو دوست داریم، قوم خویشی با همدیگر نداریم، شاید در طول عمر همدیگر رو ندیده باشیم و ندیدیم قطعا، ولیکن همدیگر رو دوست داریم. محبت شما تو قلب من موج میزنه و قطعا میدونم حضور شما و این ولوله‌ای که از لحظات اول در میان جوانها برپاست اینو میرسونه که محبت متقابلا هم هست. این محبت از کجاست؟ چه کسی این محبت رو، با چه انگیزه این محبت رو در وجود ما ایجاد کرده؟ آیا غیر از اینی که این محبت و عشق خدایی است؟ آیا غیر از این محبت و این مودت و این عطوفت رنگ خدایی داره؟ محبتی که در اون غل و غش نیست، عشقی که در اون کینه نیست، عشقی که در اون کدورت نیست، قلبهایی که از زنگارهای کینه و حسادت خالی و تهی است، چون که یک طرف محب واقعی ماییم و طرف دیگر محبوب واقعی رب العزت و الجلال است و این محبت خدایی ما رو اینقدر به هم نزدیک کرده و عشقها رو به هم دیگر قریب نموده است. پس سروران عزیز، برادران بزرگوار، وقتی ما رو الله ذوالجلال اینقدر با نعمت محبت می نوازد و به راحتی قلبها رو به هم پیوند میده، این یه نعمت عظماست، یه نعمت بسیار بزرگی است. محبت، دوستی و عشق با الله. انسان تو دنیا هر کس هر جوری که میخواد زندگی بکنه باید محبت داشته باشه، یکی رو دوست بگیره، با یکی عشق بورزد، با یکی انس داشته باشه. اما انگیزه محبت چیه؟ بعضی ها دوستی ها به خاطر روابط قوم خویشی است، خویشاوندی است، یکی به خاطر دوستی است، یکی به خاطر ماله، یکی به خاطر جماله، یکی به خاطر موقعیت مکانی، زمانی، پست، جاه، مقام. اما اینو بدونید که همه محبت ها از بین میره، همه محبت ها فنا شدنی است، همه محبت ها محکوم به مرگه. انسان پولدار تا زمانی محبتش هست که پول داشته باشه، پولش رفت محبتش هم میره. انسانی که صاحب جمال و زیبایی باشه تا زمانی که خوشکله محبت تو قلبه، خوشگلی که رفت، یه روز کرم به صورتش نزد
محبتش هم رفته. انسانی که به خاطر پست و مقام به کسی محبت و عشق می‌ورزد تا زمانی است که بر مسند و بر اریکه قدرت و سلطنت و ریاست نشسته است، روزی که پستش کنار رفت محبتش هم در زبالدان تاریخ دفن میشه. پس این محبت ها غلغش داره. این محبت ها رو نمیشه گفت محبت های صافی. تنها محبتی که، تنها محبوبی که انسان اگر دست محبت را به سوی او دراز بکنه، انسان رو در هیچ حالتی رها نمیکنه، نه در حالت غم، نه در حالت شادی، نه در حالت مرض، نه در حالت سلامتی، نه در حالت حیات و نه در حالت مرگ. اون محبت و عشق واقعی با الله است. عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق با الله است که انسان رو در دنیا و آخرت سرافراز میکنه. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. بعضی از مردم میرن دنبال دوست میگردن که اونها رو به جای خدا تو قلبشون جا بدن. ولی والذین آمنوا اشد حبا لله. کسانی که ایمان آوردن، کسانی که رب العزت و جلال رو قبول کردن، فقط دست محبت رو به دستان بلا کیف الله میدن، لا غیر. و اونجاست که روی سعادت و خوشبختی رو میبینند. و وقتی که محبت الله در قلب ما آمد و محبت ما در قلب بلا کیف الله جا گرفت، اینجاست که یجعل له القبول فی الارض. خدای متعال محبت چنین بنده ای که خدا دوست داشته باشه تو قلوب همه بندگان میندازه. همه جوان ها بهش عشق می‌ورزند. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم یه بنده است، یه فرد امی بی سواد، موقعیت مالی نداره، موقعیت زمانی و مکانی نداره، وجهی اجتماعی اونچنانی برخوردار نیست. اینجاست که ابو سفیان وقتی این محبت و عشق را میبینه میگه ما رأیت احدا یحب احدا که حب اصحاب محمدا. من تو دنیا خیلی افراد رو دیدم، سلطگران دنیا رو دیدم، ولی اون عشقی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با رسول الله داره هیچ یک از رعایا، هیچ یک از رعیت ها با سلاطین خودشون ندارن. این محبت خدایی است، این عشق خدایی است، این دوستی الهی است، لا یزالی است، لا یتناهی است، لا متناهی است. جوونا عزیزان من، بیاییم شما را به خدا همه محبوبا رو بریزیم دور. از این به بعد عشقهای مجازی رو بریزیم دور. عشق الله و محبت با الله رو در قلب ما زنده بکنیم. بگیم پروردگارا، خدا میگه قل ان کان آباؤکم، بگو ای رسول خدا اگر پدرانتون، خیلی میوه شیرینه پدر نیست، زحمت ها میکشه، مادر، فرزندانتون، همسرانتون و اموال اقترفتموها، اموالتون، احب الی الله و رسوله، نزد شما از خدا و رسولش محبوب تر باشه، فتربصوا حتی یأتی الله به امر، پس منتظر عذاب خدا باشید. سبحان الله. محبت به خدا که انسان در وجود انسان آمد، انسان رو هر لحظه خدای متعال به طرف خودش نزدیک میکنه، میکشه بالا. وقتی محبت الله آمد، انسان میشه عبد باقی الله، ارتباط با الله برگزار میکنه و اون زمان عزیز میشه، اون زمان رشد میکنه. آیا مگر شما جوانی به نام مصعب بن عمیر رو در تاریخ نخوندید؟ یک جوان مرفه ترین جوان در مکه مکرمه، کسی که بهترین لباس رو میپوشه، بهترین عطر و ادکلون، وقتی ادکلون استفاده میکرد تا 3 روز از اون کوچه هر کس میگذشت میفهمید که از اینجا مصعب بن عمیر رد شده. اما وقتی که آمد محبت الله تو قلبش آمد، از همه چیزش گذشت. محبت و صمیمیت ویژه‌ای بین مصعب و مادرش بود. یعنی یه ساعت مصعب نمیتونست مادرش رو رها بکنه، مادر نمیتونست مصعب رها بکنه. اما پس از این که مسلمان شد و مادرش خبر شد از اسلامش، گفت مصعب من دیگه نمیخوام تو رو ببینم. زندانیش کرد، تهدیدش کرد، تهدید به مرگ. محبت فوق‌العاده تبدیل شد به عداوت. مادرم یا منو انتخاب کن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا محبت منو یا محبت الله رو. گفت من محبت خدا را بر تو مادرم، اگرچه منو شیر دادی بزرگم کردی، من محبت خدا را بر تو ترجیح میدم. گفت مادر
اگر دست از ایمان بر نداری من دست به اعتصاب غذا میزنم، دیگه نمیخورم، به خدا به لات و عزا قسم دیگه غذا نمیخورم، بذار در حالت گرسنگی بمیرم. از هر ناحیه‌ای وارد میشه تا مصعب رو از محبت الله آری و تهی بکنه. اونجاست که مصعب چی میگه؟ میگه مادر به خدا قسم یک جانت یک جانه، اگر 100 تا جان بدی و از گرسنگی و تشنگی بمیری من راضی نیستم محبت الله را با هیچ چیزی محافظه بکنم. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. پس بیایی محبوب الله بشیم و اون زمان هست که همه خلق محبوب ما میشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرماید هنگامی که پروردگار عالم با یه بنده محبت و عشق و صفا و صمیمیت داشته باشه به جبرئیل امین دستور میده که در همه آسمان ها صدا کنید که خدای عزوجل فلان بنده رو دوست داره، ای فرشتگان من شما هم با او عشق بورزید. سپس میاد به آسمان دنیا اعلان میکنه در قلب ها که ای بندگان، ای انسانیت، خدا فلان بنده رو دوست داره، لذا همه شما نسبت به او محبت و دوستی داشته باشید. و اون زمانی که این انسان محبوب همه میشه، ابوبکرها، عمرها، عثمانها، علیها، طلحها، زبیرها، اینها برای چه محبوب شدن؟ اینها رو چرا ما اینقدر تا دنیاست میگه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه؟ به خاطر اینکه محبت خدا تو وجودش آمد. لذا اگر میخوایم محبت خدا، محبوب خدا بشیم شرط داره، درسته؟ هر راهی، هر مسیر انسان طی بکنه شرط داره، باید شرطها رو باید رعایت بکنیم. این قلب ما خدا میخواد بیاد تو این قلب، محل محبت قلبه، دله. الا و ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هی القلب. یه تکه گوش توی اعضای شماست، تو بدن شماست که اگر اون فاسد شد همه اعضا فاسد میشه، اگر اون درست بشه همه اعضای شما درست میشه. الا و هی القلب، این قلبه. پس خدا میخواد بیاد تو قلب ما، خدا میخواد بیاد تو خانه قلب ما. قلب ما محل تجلی انوار الهی است. پس این قلب باید زمینه درست بشه. اگر قلب ما مملو از کثافات باشه دیگه خدا اینجا جا نداره. لذا جوان مسلمانی که قد محب خدا باشه باید دور همه گناهان و معاصی رو خط بکشه، از همه اون چی که رضای خداست. آیا کسی که شما، من مثال میزنم، یه دختری رو، یه معشوق مجازی رو انسان داشته باشه، غیر از اینه که هرچی اون بگه میگه چشم، اینجا نرو چشم، اونجا برو چشم، با فلانی تماس بگیر چشم، با فلانی تماس نگیر چشم، همش چشم چشمه. آیا کسی میخواد با خدا دوست بشه فقط با زبان میتونه دوست باشه، در مرحله عمل نیست؟ خدای عزوجل میگه هر کس میخواد با من دوست بشه باید از هر چیزی که منو ناراض میکنه باید به شدت پرهیز بکنه، از معاصی الله ذوالجلال. الا و ان لكل ملك حما، الا و ان حما الله محارمه. هر پادشاهی یه مرزی داره، یه حدودی داره، یک منطقه قرقی داره که انسان نباید به اون منطقه و اون مرز عبور بکنه. الا و ان حما الله محارمه، مرز خدا اون گناهان و معاصیش گذاشته. مرز خدا چرا قرمزهایی است که در سر چهارراههای عمر من و تو گذاشته. اگر یه راننده‌ای چرا قرمزها رو بدون رعایت قوانین رانندگی رد بکنه مچ دستش گرفته میشه، یا تصادف میشه یا جریمه میشه، روی فلاح و کامیابی رو نمیبینه. خدا نکنه انسان از چرا قرمزهایی که خدا گذاشته بیگناه رد بشه از معاصی و گناهان، مرزها و حریمها رو رعایت نکنه. اون زمان است که میدان بدبختی و اصلا دفتر بیچارگی رو برای خودش برات زده است. پس اگر دوست داریم محبوب خدا بشیم دور گناهان رو باید خط بکشیم، دور همه معاصی رو. حضرت فضالت ابن عمیر که از اصحاب رسول الله است، ایشون میدونی قبل از اینکه اسلام بیاره کی بوده؟ من اینو در بیارم که راحت‌تر با جوونا بتونم صحبت بکنم. اینکه شما محب خدایی. فضالت ابن عمیر یه نوجوانی است، وقتی که میخوان رسول خدا رو در مکه مکرمه به شهادت برسانند
فضالت ابن عمیر از آقاش عمیر ابن وهب مبلغ هنگفتی پول میگیره، میگه فردا من محمدو میکشم، از بینش میبرم، نام رسول الله را برای همیشه از صفحه گیتی محوش میکنم. میگه نمیتونی، میگه این کار مال منه، تو چه کار داری؟ حرکت میکنه، شمشیر خودشو میره مسموم و زهراگین میکنه، میذاره داخل غلاف، تو جیبش یا تو لباساش پنهان میکنه، میره سرزمین حرم. این فضاله دوست دختر داشت، مثل بسیاری از جوانای ما شروع میکنن امروز میگه آقا مشکل نداره دوست دخترمه، من باش دوستم. اینجاست که پله بدبختی از اینجا شروع میشه. حرکت میکنه، دوست دخترش اومده سر راش، میگه فضاله کجا داری میری؟ من منتظرتم، قرار قبلی گذاشتیم. گفت نه، من یه دغدغه ذهنی دارم، تا زمانی که این دغدغه رو رفع نکنم با هیچ کس صحبت نمی کنم، اصلا نمیتونم با تو بشینم حرف بزنم. گفت دغدغه ذهنی چیه؟ گفت من تا زمانی که این محمد رو نابود نکنم، نعوذ بالله، به خدا قسم یه لحظه با تو صحبت نمی کنم. بذار من از دست این فرد راحت بشم، اون موقع هر کاری که بخوای انجام میدم. تو محبوب منی، تو دوستمی، هر چی بخوای من در خدمتتم. گفت پس برو، من همینجا میمونم تا تو نقشه خودتو عملی بکنی. فضاله آمد دور خانه خدا، شروع کرد به طواف کردن. سبحان الله، الحمدلله، لبیک اللهم لبیک میخوند. خودشو سعی میکرد به رسول الله نزدیک بکنه، نزدیک و نزدیکتر، نزدیک و نزدیکتر. همین که خوب به پیامبر خدا نزدیک شد، دست برد به شمشیر، هنوز شمشیر رو بیرون نیاورده بود، رسول خدا روش کرد به فضاله، کیف حالک یا فضاله؟ فضاله حالت چطوره؟ گفتم خوبم یا رسول الله. برای چی اومدی اینجا؟ آمدم طواف کنم، آمدم تسبیح و تحلیل و ذکر و دعا بکنم، آمدم دور خانه خدا بچرخم، مگر گناست؟ گفت نه، ولی بیا جلو. فضاله دست پاش لرزید، رسول خدا دستشو گذاشت تو قلب فضاله، گفت اللهم یا مقلب القلوب ان قلوب العباد بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. خدایا ای مالک و مصرف قلوب، ای مالک و مصرف جایگاه محبت خودت، قلب فضاله میان دو تا انگشت بلا کیف توست، هر جوری که بخوای میگردونی. اللهم صرف قلبه علی طاعتک، خدا رو تو قلب تو بگیر خانه خودت بکن، خدا رو تو قلب فضاله رو بگیر تحت تسخیر خودت قرار بده. فضاله میگه همین که دست رسول خدا رو قلبم آمد، یک خنکی عجیب احساس کردم، دنیا بهم عوض شد. لذا هنوز پیامبر میخواد دستشو برداره، دستشو کشیدم به طرف خودم، دستشو گرفتم رو قلبم. پیامبر زور میزنه که خال دستشو بکشه، گفتم تو رو خدا رسول الله یه دقیقه نگهدار، بذار این خنکی رو احساس بکنم. فضاله پیامبر دستو بردار، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مسلمان شد. محبت الله آمد تو قلبش، از سرزمین مطاف زد بیرون. دختره سر راه ایستاده، فضاله من ساعتها به انتظارم، پاشو بیا، 2 ساعته که تو معطل کردی منو اینجا. گفت برو گم شو. الان محبت خدا آمد، هرچه غیر الله بود همه را در زبالدان تاریخ ریختم. ای یک دل صد دل، دل یک دل کن، هرچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. جوانا امروز دست رسول خدا نیست که بذار رو قلب تک تک ما و بگه خدایا قلب این جوانو بگردون. امروز محمد در وجود من و شما، در میان من و شما نیست، اما برکت رسول الله، دین و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم موجوده. بیاییم وقتی میگیم ما آمنا بالله، ما به خدا ایمان آوردیم، دور همه مرزها رو خط بکشیم، در همه جا بنده خدا باشیم. محب واقعی همین تعصی الاله و انت تظهر حبه، لعمرك هذا في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. تو ادعای محبت خدا رو میکنی و معصیت میکنی، این واقعا بعیده. کسی که با کسی محبت میکنه سعی میکنه همیشه دنبالش باشه، همیشه تبعیت بکنه، دور معاصی و گناهان رو خط بکشه، هر جایی که میخواد باشه، در هر موقعیتی که میخواد باشه. در غیر این صورت خلاصی. ولی سوال اینجاست،
آیا میشه کسی گناه نکرده باشه؟ آیا کسی میتونه ادعا بکنه من غیر از انبیا علیهم السلام که معصومن، اونها نه، غیر از انبیا کسی از دنیا بگه آقا من گناه نکردم؟ نه، همه گناه کردیم. ولی نباید به این قضیه که من چون که گناه کردم حتما خدا منو روند، من از صف محبان خدا خارجم. نه. یه حدیث میخونم، حدیث صحیح بخاری فکر میکنم یکی از صحابه حتما روایتش کرده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یه مثال میزنه، ما جوانها رو مینوازد، نوازش میده. اگر دست پیامبر نیست که رو قلب ما بذاره، به خدا قسم این حدیث هر موقع که من برای هر کس بیان میکنم به من آرامش خاصی میده، با امیدوارم به شما هم بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثال میزنن، میگه بنده‌ای حرکت میکنه، این مسافتی رو طی بکنه در بیابان، خشک لم یزرع، هوا گرم، موسم تابستان، بار و بنه و آب و غذا و توشه و زاد راحله همه آماده است، رو شتر میذاره حرکت میکنه میره مسیر رو. وسط راه ناگهان شترش از پیشش گم میشه، هر طرف دنبال شترش میگرده پیداش نمیکنه. تشنگی و ظمأ شدید و گرسنگی به خفقان ایشونو میرسونه، هر طرف میدوه که یک جای اثری از آب یا غذا ببینه نمیبینه، لذا نگران میشه، حیران میشه خدایا چه کار بکنم. اینجاست که وقتی میبینه درهای امید به روی او بسته شده، میاد در زیر سایه دراز میکشه به امید مرگ که من دارم میمیرم دیگه، انتظار مرگو میکشه، انتظار مردن و در فراق در غربت، کسی نیست دفنش بکنه، کسی نیست یاریش بکنه، تک و تنها الان دراز کشیده به انتظار مرگ. در همین حالت ایشونو خواب میبینه، خواب میبره. بعد از ساعاتی که بلند میشه، از خواب که بلند میشه، متوجه میشه که شترش با تمام آب و غذا رو سرش ایستاده. این جوان اونقدر پیامبر خدا میفرماد خوشحال میشه که از فرط خوشحالی میگه اللهم انت عبدی و انا ربک، خدایا تو غلام منی و من خدای تو. نه کفر بگه، از خوشحالی دست و پاچه میشه انسان. بعضی موقع خوشحال میشه نمیدونی چی میگه، این قدر خوشحال میشه. رسول خدا در آخر چی میفرماید؟ میگه الله افرح بتوبت العبد من ذلك الرجل، به خدایی که جان من محمد به دست اوست، وقتی بنده گناهکار و روسیا میاد پیش خدا، الله ذوالجلال از اون صاحب شتر بیشتر خوشحال میشه. به عبادت من تو نیاز داره؟ نه، هرگز نیاز نداره. در حدیث است که روزی چند بار خدای متعال متوجه قلب من و تو میشه، میاد در خانه قلب من و تو رو میزنه تا یک لحظه قلب ما رو خالی میبینه از غیر الله، خدا خودشو جا بده تو قلب ما. ولی چه کنیم که اینقدر کثافات اینجا آمده که خدا جا نداره. الله نور السماوات والارض، خدا نوره و نور در جای کثیف نمیتابه. قلبی که مملو از معصیت باشه باید خالی بشه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگو ای بندگان من، یا عبادی، ای بندگان من، عزیزان من، معشوقان من، کسانی که خدا داره به شما عشق می‌ورزه. عبد، قل یا عبادی. میدونی مقام عبدیت از مقام رسالت بالاتره. ما در نماز تشهد چی میخونیم؟ اشهد ان محمدًا عبده و رسوله. اول عبد، مقام بندگی. خدا به بنده گناهکار میگه ای عبادی، ای بنده ای که بر خودت اسراف کردی، ظلم کردی، گناه کردی، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباش، برگرد بیا. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من الله منتظرم، منتظر یک لبیکتم، منتظر یک الله گفتنتم که چون گویی تو یا الله گوییم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو، گر تو طلبی داری بیداری شبها کو، با ذکر خدا بودن در خلوت تنها کو. بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی، از ترس عذاب حق نالیدن شبها کو. یه شب حرکت کردی پیش خدا گریه بکنیم، اون زمانی که خدا در آسمان ندا میده هل من تائب هل من مستغفر، آیا یک نفر هست در این نیمه شب دستشو دراز بکنه؟ ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار، حدیثه.
که خدا دست بلا کیفشو در شب دراز میکنه تا گمشدگان و گناهکاران روز بگیره بکشه بالا، و در روز دستشو دراز میکنه کسانی که در شب گناه کردن نفهمیدن اونها رو بکشه بالا. آیا حاضر نیستیم دست ما رو ببریم بالا؟ آیا حاضر نیستیم فقط بگیم یا الله؟ اون خدایی که هر کس در طول تاریخ گناه کرده و آمده میگه من دست رد تو سینت نمیزنم، تو فقط بیا پیش من. مولانا روم رحمت الله علیه یک قصه ای داره به نام واقعه پیر چنگی، نمیدونم شنیدید یا نه. پیر چنگی یه فردی بود همیشه مینواخت موسیقی، هر جا که عروسی بود، هر جا که جشنی بود، هر جا مراسمی بود، پیر چنگی زینت کننده و مزین کننده اون مجلس بود. یعنی اصلا سراغ نداشتیم جایی که مجلس جشن عروسی برگزار بشه آقای پیر چنگی نباشه. جشن تولد پیر چنگی در رأس نشسته بود، اول پیر نبود البته، آخر مولانا روم میگه پیر چنگی. مولود خانه‌ای بود اونجا بود، جشن عروسی بود، هر جا مجلس لهو و لعب بود حتما اون آقای چنگی حاضر بود. تا این که صدای خیلی خوبی داشت، صدای بسیار زیبایی داشت، همه رو مست میکرد، عاشق میکرد، حیران واله میکرد. تا این که روزگار گذشت. میدونید خدا همه این نعمتها رو یه روز از انسان میگیره. همین پدری که الان یک زمانی جوونه دست پسر رو میگیره، یک زمانی میشه که خدا همه اعضا رو میگیره مجبور با 4 پا این پدر را بره. این جوانی و خوشگلی از انسان گرفته میشه، همه چیزها، صدای خوش از انسان گرفته میشه، استعداد از انسان گرفته میشه، فقط خدا یه چیز از انسان نمیگیره و اون ایمانه. خدا به ما ایمان واقعی بده. محبت و عشق الله هست که به هر کس داد این گرفتنی نیست، خدا مال خودش میکنه. امشب ما آمدیم، من بحثم سخنرانی نیست، من اینقدر سخنرانی کردم که حنجرم درد میکنه، برای که آمدم چون که عشق شما خدا شاهد، الان دارم عاشقانه با شما صحبت میکنم. فکر نمیکنم چنین احساس هیچ جا به من دست نداد، هیچ جا. از کرمان گرفت آمدم تا رمشک و تا بندر عباس و دیشب رو در گاوبندی و در دشتی بودم، الان اینجام. یه محبت خاصی از شما تو قلبمه، به خدا قسم. پیر چنگی خدای متعال روز به روز این نعمت ازش میگیره. گشت آواز لطیف جانفزاش، ناخوش و زشت و کریه و دلخراش. اونقدر روز به روز صداش کثیف و کثیفتر و دلخراشتر میشد که مشتریاش کم میشدن. دیگه کسی نبود هر روز بیاد در خانهش بشینه. ساعت مردم نوبت میگرفتن، پشت نوبت 7 ماه 8 ماه تا نوبت بی عروسی میرسید. مردم مثل صف نونوایی و کپن در خانه پیر چنگی ایستاده بودن که آقا کی وقت ما میشه. مبالغ بسیار هنگفتی میگرفت تا مجلس ما رو مزین میکرد. نهایتا صفها شد به 1 صف، نصف صف، و طور شد روز 1 نفر میامد در خانهش، و طور شد که سال و ماه 1 نفر میامد. اینجا بود که از گرسنگی داشت میمرد، شد ز بی کسبی رهین یک رغیف. دید که دیگه هیچ کس یه تکه نون محتاج شد. گفت الان کجا برم؟ هر جا میرفت میگفت برو گم شو، تو به درد ما نمیخوری. اونجا بود که متوجه شد، گفت خدایا الله اکبر. این آیات رو گویا تلاوت کرد که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، که ای پیر چنگی که تو چندین سال گناه کردی، ولی اگر بیایی در خانه ما، در الله ذوالجلال به روی تو هم بسته نمیشه. اینجا بود که آمد پیش خدا، گفت عمر و مهلتم دادی بسی، لطف ها کردی خدایا با خسی، معصیت ورزیده ام 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال. 70 سال گناه کردم ولی یه روز نگفتی که ای بنده دیگه بهت نمیدم. بر روی زمین تو راه رفتم گناه کردم ولی مچ دست منو نگرفتی. از غذای تو خوردم بازوم توانا شد، حرکت کردم شمشیر تیشه به ریشه دین اسلام زدم ولی روی منو سیاه نکردی. معصیت ورزیده ام 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال. همه ما اینطوری، همه ما داریم گناه میکنیم، روی زمین خدا راه میریم و گناه میکنیم. از این دریایی که دور تا دور این مسجد فرا گرفته، تستخرجون حلیة تلبسونها لحما طریا میخوری.
ولی معصیت نمی کنیم، گناه نمی کنیم. ولی آیا شده یه روز خدا ماهیاشو همه رو قطع بکنه که مردم جزیره شیت از گرسنگی بیمیرن؟ نه. نیست کس، چی بگه به خدا، نیست کس امروز مهمان تو ام، چنگ بهر تو زنم آن تو ام. خدا رو دیگه همه رفتن، منو ول کردن، دیگه کسبی ندارم، برای تو چنگ میزنم، منو میخوای قبول میکنی؟ حرکت کرد، چنگشو برداشت، روانه گورستان بقیع و گنبد خضرای رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. اینجا رو گوش بدید. چنگ را برداشت شد الله گو سوی گورستان یثرب، رو به رو رفت اونجا، شروع کرده به گریه کردن، زاری میکرد، زجه میزد، ناله میزد، اشک میریخت، چون که میفهمید که تا نگرید چشم کی تا نبارد اشک، تا نگرید ابر کی خندد چمن، به قول مولا روم، تا نگرید ابر کی خندد چمن. تا ابر گریه نکنه زمین رشد میکنه؟ نمیکنه. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، طفل گریه نکنه شیر نمیخواد. طفل یک روزه همی داند طریق، که بگرید تا رسد دایه شفیق. تو نمیدانی که دایه دایگان، کی دهد بی گریه شیرت رایگان. گفت فلیبکو کثیرا، گوش دار تا بریزد شیر فضل کردگار. میخوای؟ شروع کرد به گریه کردن. در زمانی که بود امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر خواب بود که ناگهان در خواب دید که خدای عزوجل یا رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغام داد که ای عمر بلند شو، بلند شو، برو به طرف یثرب، به طرف بقیع، گورستان و بقیع کنار گنبد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونجا یه بنده خاص داریم، یه بنده محترم داریم، برو اونجا اونو دریاب، برو به آغوش بگیر از طرف من رسول الله. حضرت عمر بیدار شد، گفت خوابه، 2 مرتبه خوابید. تو خواب آمد که پاشو، بندهی داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. پاشو 700 دینار بردار رو براش هدیه. حضرت عمر تا 3 بار خواب دید، حرکت کرد، گفت این خواب نیست، یه واقعیته، برم ببینم کیه اونجا. آمد دور گنبد خضرای رسول الله رو چرخید، بقیع نزدیک گنبده، دور بقیع رو چرخید، کسی رو اونجا ندید. نگاه کرد دید یه پیر چنگی اونجا افتاده، چنگ و تارش سازش کنارش افتاده. با خودش چی گفت؟ گفت پیر چنگی کی بود خاص خدا، حبذا ای سر پنهان خدا. این که پیر چنگی خدا منو برای این که نفرستاده، اشتباه گرفتم برم دور دیگه بزنم. یه دور زد، آمد نشست، غیر از پیر چنگی کسی رو ندید. بار سوم تا 3 بار آمد، آخر گفت بابا خدایا منو مشخص کن، این که پیر چنگیه، این که داره گناه میکنه، معصیت میکنه، تمام آفاق از معصیت و گناه او پر شده. که ناگهان در همین حالت پیر چنگی خواب بود، بر عمر رضی الله عنه عطسه آمد، عطسه که زد پیر چنگی بلند شد، دست پاش لرزید، دید که عمره، رو سرش ایستاده، ترسید، گفت در باطن خدایا از تو داد، محتسب بر پیرک چنگی فتاد. خدایا منو نبخشیدی که هیچ عمر رو فرستادی سرمو ببره. حرکت کرد، چنگشو برداشت، شروع کرد به فرار کردن. که ناگهان عمر صدا زد، گفت عمر از من مترس، از من مرم، بس بشارت ها ز حق آوردم، چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. خدا اون قدر از تو تعریف کرد که عمر رو نصف شب دیوانه کرده، دنبال تو میگرده. چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. برای چی آمدی؟ آمدم به نیابت از الله و رسول الله دست تو بگیرم و به دست خدا بدم. گفت برای همین آمدی؟ بله. پس اجازه بده 2 رکعت نماز بخونم. سر رو به سجده گذاشت، گفت خدایا حالا که منو قبول کردی، منو پذیرفتی، از من راضی شدی، تو رو خدا به ذاتت قسم در سجده که رفتم دیگه جونمو بگیر، که من این زندگی رو نمیخوام،
و الله ذوالجلال این مهمان خودشو برد. جوانان، پدرها، خواهرها، همه ما بدونیم که خدای متعال اینطور منتظر ماست. هر چقدر گناه کردیم، هر چقدر معصیت کردیم، هر چقدر از خدا غافل شدیم، خدای متعال مانند بقیه دوستان نیست. دوست دنیایی اگر یه روز بهت پول نده، یه روز بهت اخم بکنه، یه روز بهت نمیدونم نافرمانی بکنه، دیگه نمیخوای، ردش میکنی، میندازیش دور. اما خدای متعال چنان دوستی است که وقتی دستو گذاشتی به عنوان مسلمان تو دستش، دست بلا کیفش، الله عزوجل دیگه تو رو ول نمیکنه، میکشه به طرف خودش. و شرطش اینه که دور معاصی رو خط بکشید، دور گناه رو خط بکشید، ارتباط ما رو با الله زیاد بکنید. اگر انسان مسلمان محبت خدا و عشق خدا رو داشته باشه، محبت الله یه دژ فولادین و محکم، وقتی بخواد به معصیت نزدیک بشه خود به خود فلج میشه، وقتی بخواد گناه بکنه دست پاش خشک میشه. ولی محبت خدا که نبود، هر چیز غیر الله میاد. محبت عشقهای دنیایی، عشق مجازی، عشق به زن، عشق به پول، عشق به تریاق، عشق به هیروئین، عشق به حرام، عشق به زنا، عشق به سیدیهای مبتذل، عشق به جوانان لات و الوات و فسفترت و از خدا بیخبر و زبون. چون که این دل وقتی که از خدا خالی شد دیگه همه چیز میاد. ولی وقتی خدا متعال بود، اگر گناه هم بکنه انسان راحت نمیذاره راحت. میگه برو خودتو پاک کن. امرأة الغامدیه یادم آمد، یه زن بود در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، گرفتار گناه شد، زنا کرد. پس اینکه متوجه گناه خودش شد، آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله من زنا کردم، منو پاک کن، منو رجم کن، سنگسار کن. شوخی نبود سنگسار کردن، یعنی مردن، یعنی از همه چیز گذشتن. رسول خدا صورتشو برگردون، از اون طرف آمد گفت یا رسول الله چرا صورتتو برمیگردونی؟ من گناه کردم، من محب خدا بودم، الان 1000 مار و عقرب تو بدنم داره منو لیش میزنه. رسول خدا صورتشو این طرف برگردون تا 3-4 بار آخر گفت انی حبلا من الزنا، من از زنا حامله ام، چرا صورتتو از من برمیگردونی؟ گفت حامله ای؟ گفت بله. گفت پس اون اگر تو گناه کردی، بچه داخل شکمت معصومه، برو وضعش کن، بعد از وضع حمل بیا. رفت 9 ماه، یه فرصت برای امیدوار شدن به دنیای آینده. شوخی نیست، مرگه. یه فرصت 9 ماهه. هر کس میبود شاید تجدید نظر میکرد، اما محبت خدا مانند پلیس اخلاقی و درونی است. پلیسی که هر لحظه میگه برو، ان عذاب النار عذاب الله شدید، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا یعلمون. برو که آتش جهنم بده، خشم و غضب خدا خیلی خطرناکه. بچه که وضع هم شد، بچه رو میذاره رو دستش، یا رسول الله این بچه وضع شده، الان حکم الله رو جاری کن. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه این بچه نیاز به مادر داره، 2 سال بعد شیر بخوره، برو دوران رضاعتش رو تمام کن. یه فرصت دیگه خیلی بزرگ. هر لحظه بچه میخنده روبروی مادر، خیلی لذیذه، خیلی زیباست. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند. با بچه هر لحظه میخنده روبروی مادر، مادر منو ترک نکنی، مادر ازم جدا نشی، مادر یه شب تو نباشی من میمیرم. بچه داره به زبان حال میگه، بارها باش صحبت میکنه تا اینکه 2 سالش تمام میشه. اما محبت و عشق خدا اینو راحت نمیگذاره، ایمان این پلیس درونی راحتش نمیگذاره. بعد از 2 سال تکنون و خشک میره دست فرزندش، میره پیش رسول الله، یا رسول الله حالا دیگه چی؟ بچه رو من از شیرم باز کردم، دیگه الان عذر بهانه باقی نمانده است، تو رو خدا حکم خدا رو جاری کن در مورد من که من عذاب و وجدان دارم. خدا نکنه سروران عزیز گناه کردن برای من و شما طبیعی بشه. اونجاست که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن گودال حق بکنید، چون خودش اقرار کرده، بگیرید سنگ بپاشید. سنگ که میزدن، حضرت خالد یه سنگی برداشت محکم زد به سر این خانومه، قطرات خون او چکید رو لباس خالد ابن ولید، سیف من سیوف الله سلهو علی المشرکین، شمشیر خداست خالد. حضرت خالد دشنامش داد، لعنتش کرد که ای زن لعنت بر تو باد یا فلان. که ناگهان صدای نازنین رسول خدا بلند شد، محلا یا خالد فوالله لقد طابت توبة لو قسمت بین اهل المدینه لوسعتهم. ای خالد نه،
به خدا قسم این یه توبه‌ای کرد که اگر میان همه اهل مدینه تقسیم بشن همه گناهکاران مدینه مستقیم به بهشت میرن. اینه که انسانی که محب خدا باشه گناه که کرد دیگه راحت نمیتونه بشینه، یک سر نیش میزنه او رو. جوانان عزیز، برادران بزرگوار، همه من شما بیایم از گناهان توبه بکنیم، بیایم بازا هر آنچه هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. بیاییم امشب دست دوستی رو در دستان الله بذاریم، از همه گناهان معاصی توبه کنیم. جوونا دلتون به جوانی خودتون بسوزه، به خدا قسم عمرهای الان هیچ اعتبار نیست. یه لحظه این دریا بلند بشه یه موج بزنه همه ما رفتیم، همه رفتیم. تو سونامی که در سومالی، سریلانکا، اقیانوس هند رخ داد دیدید؟ در عرض چند ثانیه بیش از 200,000 نفر از دنیا رفت. 200,000 نفر. فقط کسانی که سالم موندن که توی مساجد بودن. دیدید نه؟ از اخبارم شنیدید. اینها معجزه نیست. چیه پس؟ همه رفتن، فقط 2 گروه باقی موندن، یکی حیوانات. سبحان الله. اینها قدرت‌های باهره و ظاهره خدای متعال است که من شما نشون میده. حیوانات سالم قدم میزدن کنار دریا، هیچ کسیش کار نشده بود، و افرادی سالم بودن که درون مساجد بودن و سلام، بقیه هم هلاک شدن. و خدا نکنه که عذاب خدا بیاد ما رو یه شبه برداره و برو با بار معصیت و گناه برداریم از اینجا بریم هیچ عبادتی نداشته باشیم، جوانی خود ما رو به غفلت گذرنده باشیم. ای دوست، از محبت دنیا کنار شو، از این گذر به درگاه پروردگار شو. عمرت کثیر نیست تو غافل چرا شدی؟ ناگه اجل در آید گوید سوار شو. کو حشمت سلیمان، کو سهولت سکندر، کو بابکس و قیصر، کو حکم کامرانی، کو خاتم رسولان، سردفتر قبولان، کو ثبت و نسخ قرآن، کو وحی آسمانی. مادر کجا پدر کو، دختر چه شد پسر کو، چندین هزار سر کو، آخر تا آنچنانی. قافله رفتند و ما هم میرویم. همه رفتن، ناگاه بود که از این جهانت ببرن، از حلقه جمع دوستانت ببرن. غافل منشین، زمان زمانت ببرن. گر تو نروی کشان کشانت ببرن. به دست خودت هم نیست، بالاخره باید بری. ولیکن وقتی میخوای بری سعی کن پاک بریم از این دنیا. پاک آمدیم، ناپاک از این دنیا نریم. چو پاک آمدی بر حذر باش پاک، که ننگ است ناپاک رفتن به خاک. این جوانی انسان ارزش داره به خدا قسم، زمانی که در راستای عبادت و عشق خدا صرف بشه. جوونا تو ما رو به خدا امشب دور همه محبت ها رو خط بکشیم، همه ما از صمیم قلب به خدا عشق بورزیم، از صمیم قلب بگیم پروردگارا بیا امشب ما آماده ایم که تو قلب خود ما جای بدیم و عبد واقعی و بندگی واقعی الله را بکنیم. انشالله این قولو میدید؟ جوانایی که حاضرن انشالله عبد واقعی خدا بشن و محبت خدا تو قلبشون باشه دستا رو بالا کنن انشالله. دستا چقدر پایین، خوب ببریم بالا که خدا بکشه بالاتر. انشالله موفق و مؤید و پیروز و سربلند باشید. من بسیار خوشحال و خرسندم از این که خدای متعال چنین فرصتی رو نصیب بنده حقیر فرمود تا بالاخره بتونم از این مردم مؤمن و جوانان متحد دید بکنم، گفتگویی داشته باشم. ولی خب شانستون گرفت که من مریضم مقداری، وگرنه حالا ولتون نمی کردم. و انشالله بعد از نماز عشاء ظاهرا در مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه است، مجلس اونجاست. دوستان من یه وصیتی دارم که مسجد خانه خداست. اگر هر کس به طرف انسان اخم میکنه، محب خدا کسی است من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقط استکمل الایمان. هر کس محبتش برای الله باشه، بغضش برای الله باشه، دادنش ندادنش، رفتنش نرفتنش برای الله باشه، این بنده محبوب خداست. شما الان دست رو بلند کردید که ما محب خداییم. حالا همه ما، من شنیدم متاسفانه شاید مقداری ناراحتی هایی هست، بعضی از جوان ها با هم دیگر این مسائل رو بیشتر شور میدن که این در شریعت اسلام جایز نیست. حالا من اونجا اون صحبت لازم رو اونجا خواهم کرد انشالله. ولیکن از شما عزیزانم که اول آمدم پیش شما مهمان شما و مهمان از میزبان هر چی بخواد نمیگه، درسته؟ میزبان رو امشب بگه برام گوشت گوسفند نمیدونم تو این دریا یا از کجا گوشت و گوسفند بیارم، وقتی میهمان بخواد میزبان مجبور تهیه بکنه تا جایی که واسشه. لذا من از شما اینو میخوام که امشب با منو تنها نفرستید، با همه ما دست جمعی بریم مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه
و اونجا در خدمت جوانای اون مسجد باشیم. این مسجد و اون مسجد همه یکی هستن. کونوا عباد الله اخوانا، همه با هم برابر و برادر باشیم. مسلمان واقعی اینه که در دلش هیچ بغض و عداوتی نسبت برادر مسلمان نداشته باشه. دلی که در اون بغض باشه، کینه باشه، خدا دیگه اونجا نمیاد. دوستان حاضرید ان شاء الله با من برید؟ کیا حاضرن دستاشون برن بالا ان شاء الله؟ هر کس که حاضره ماشاءالله. ان شاء الله بعد از نماز عشا بقیه جوونا رو هم خبر بکنید، چون من صبح زود ان شاء الله با اولین پرواز دریایی حرکتم ان شاء الله. بله دیگه بالاخره لطف شما هست. من برنامه‌ام نبود حقیقتا جزیره شیف، ولیکن خدای متعال گفتم با وسایل مسائل رو حل میکنه. ما مستقیما قرار بود انشالله شیراز میخوام برم اگه خدا بخواد شما اجازه بفرمایید انشالله. بالاخره من خیلی دوست داشتم حقیقت از لحظاتی که باور بکنید با دوستان، از لحظات اولی که داخل شهر بوشهر برادران و عزیزان جزیره شیفتی رو دیدم، حقیقتا همینطوری که اینجا جزیره شیفته، خود به خود ما رو شیفته خودتون کردید. این اسم بی مسما اینجا نیست، ما رو شیفته کردید. یه واقعیت من دارم پشت منبر رسول الله میگم، یه محبت خاصی از شما دارم استشمام میکنم. ولیکن عروسی‌ها تو خراسان ما زیاد، عروسی‌های اسلامی. من برای برگزاری عروسی‌های اسلامی آمدم بودم کرمان و بندر عباس و ارشد این قسمت گاوبندی، و میخواستم برم به شیراز که برادران زنگ زدن که بوشهر بیاید و جزیره شیفت. ما فرد عروسی اسلامی داریم. کوپی عروسی رو امشب صحبت کردیم ان شاء الله. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. شما باید به فکر اونها باشیم ان شاء الله. فرصتی بشه دوباره میرسم به خدمت همه سروران. 4-5 تا عروسی با هم باشن، زنگ بزنه من حتما ان شاء الله میام. کی قول میده 5 تا عروسی اسلامی بگیره ان شاء الله آینده دستا رو بلند کنن ان شاء الله. سعی خودتون بکنید همه که ان شاء الله عروسی اسلامی بشه و علما رو اینجا دعوت بکنید. من بسیار متشکر و سپاسگزارم و سلام گرم جوانای خراسانی رو به شما میرسونم، تقدیم میکنم به نیابت از همه جوانان مشهد و خراسان، و ان شاء الله سلام گرم شما رو هم میرسونم و محبت و عشق و علاقه شما رو هم بازگو خواهم کرد. خدای متعال به همه ما توفیق عمل و اخلاص و محبت خدایی عنایت بفرماید. خدای متعال رنگ‌های همه ما رو رنگ خدایی بکنه. الله عزوجل عشق و محبت واقعی رو در قلب ما جایگزین بفرماید. محبت غیر الله رو از قلب ما بیرون بکنه و خدای متعال تا زمان زندگی ما را با محبت خود و محبت رسول از زنده نگه داره و زمانی که وفات میکنیم با محبت خودش ما را از این دنیا ببره. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.